مقصدیه عذاب استگ کشی Tajikistan. Tajikistan. Bapej. Bapej. I love you Tajikistan. I love you, Tajikistan. اشاره قدیم موشه با توجیکی با روسیه قومت میسوسه مقصد کار میکنه مرا بفهمم مرا بفهمم مقصد دیگه هم که نمیشرم که از من گرفتم چانس میشه چانس سوم میشه همین در تاجیکستان هیچی نبودنده اگه 70 سوم زیادتر وقتی ما تاجیکستان میگیم نمیفهمم با ما میگیم که مثال البخاری یا امام ابو حنیفه مثال هم خیلی فهمونه وقتی راست دیگه بزارش نمیفهموندن که یک جایم خرید سگ میگردن انا توقیر میمونیم این گردستی ما ایدن برادران الحمدلله السلام علیکم به همه برادران پدران و مادران برادران این حال ما قرار داریم در شهر کوکس بازار یعنی یک شهر در دولت بنگلادش این شهر نام داره کوکس بازار این همون شهری هست که برادران در اینجا مردم مظلوم روهینجا را جو کردگن نه این شهر با سرحدی بیرما میانما مقصد نزدیکی داره و ما قرار داریم در انمی شهر و ما خواستیم که راستی اول برای شما پیشکش کنیم نوارها از پایتخت یعنی مملکت شهر دکا گفتنی شهر است پایتخت بنگلادش و ما خواستیم اینجا سطح زندگی مردم برای شما پیشکش کنیم مردم چه زندگی دارن چه پیشروی دارن چقدرش کم باید کم بغلای خلاص کم هم باشه برای شما معلومات بدیم اما دوستایی که ما در اینجا مقصد پیشواز گرفتن و یا گفتن که خوب میشه که اول ما اینجا بیایم یعنی کوکس بازار بیایم اینجا نوار بگیریم چند خیلی که مدت در کاره و با میتونیم که بریم با در دکا با کار خونه دوام بدیم و ما زیاده از 16 روز الحمدلله باید در همینجا بمونیم و با اینجا اومدن رسیدن نه اونقدر کار مقصد آسان بود برای در اینجا اومدن تا اینجا رسیدن ما الحمدلله قریب 2 روز به خوبی کشیدیم مقصد از تاجیکستان تا دبی تا دکا تا 12 ساعت تا اتوبوس بود تا اینجا و هر یک ایرپورت در مقصد وокزال در 1 ساعتی 2 ساعتی تا 6 ساعت اجرت کردن این کاری آسان نیست الحمدلله خیلی سخت آمدیم رسیدیم و همین بلیط پولی گسینسا پولی ما را برادر استودیا میبل با گردن گرفتگی و الحمدلله ما را دستگیری کردگی به خاطر همین شما را برادرها بدرین در صحیفه یعنی برادر استودیا میبل که یوسف بدرین برادرها دستگیریش کنیم پدپیسات کنیم و پیشروی برادر کارای برادر ببینید کدوم در محصول ای محصولات برادر خریداری کنین و انشالله ما در آینده نوارای بهترین بهر شما مقصد انشالله پیشکش میکنیم و نوار نوبتی شاید پگای دیگه ببرویه از زندگی انمو مردمی که مظلوم بدن مردمی که مقصد رنج کشیدگی بدن مردم روهینجا انشالله بعد شما پیشکش کنیم و بعد همه خیلی بخمونیت موندیم که اگر کدومی که میخواه مقصد در همین پروژه ما کوش بشود اما در برابر همه با یک پروژه دیگه موندگیم در درون همین موضوع خمون که نام داره گنج مهاجر یعنی ما هم میخواهیم برای شما نوار بگذاریم که مثلا مردم چه زندگی داره مردم چه مقصد کار و فعالیت میکنه در بنگلادش و در برابر این مقصد ما تو اینجا آمدگی تو گرانی سر تو پیش مردم مظلوم آمدگیم و ما نخواستیم که اینجا کار خوب نکرده بریم و ما تصمیم گرفتیم که با یاردم بعضی برادرایی که مقصد میخوان کار خیر کنن صدقه جاریه ما تصمیم گرفتیم که پروژه همین گنج مهاجر یعنی آب نوشاکی برای مردم روهینجا مثلا در بنگلادش از نام مهاجران تاجیک هم خیلی پروژه داریم و هر یک کلودسی کدومی که میخواد اساس کنه یک کلودس ما نقش فهمیدیم یک کچرکه میگن 150 یا 160 دلار تا 220 دلار تا 300 دلار مقصد هست و ما خواستیم که یک چند آب نوشاکی در اینجا ببریم و خواهش کنیم از مردمی همی مقصد روهینجا که در حق برادرایی که مقصد فرزند ندارن یا دور از وطن یا در زندان یا کسی که نباشن دعاگو باشن و خاطر همین هر کسی که میخواه برنامه خودش مثلا هستن نفرایی که میگن که اکم میخوام که خودم تو خد کودس بکشم یا نفری هست که میگه که اکم میخوام یک کودس یا نفر هست میخوام میگه اکم 10 کودس مقصد در اینستاگرام ما برادران مراجعت کنین و ما چی طور با مقصد پول روان کردن در کار برای شما میفهمونیم باقی در امان الله خداوند نگهبان علی که ما شما باشه ما در موفقیت دعاگو باشه و باید چیز دیگه فراموش کردم بگم که خطی ما برادر اومدگی عجمستان
شبکه در یوتیوب فتح‌الدین نام داره برادر اسم بگذار که ببینند انمی برادر قطعی موهای و ایرا مقصد این در اینجا برای چه برنامه مقصد اومدگی که یک چند برنامه برای خودش بکنه یعنی معلوماتی پر درباره انمی مردم درباره انمی مردمی که چه مقصد زندگی میکنن همه معلومات رو برای شما پیشکش کنه و وقتی که ما راستی ما مثلا وقتی که اینجا یگون سیناری نیست یگون ایده نیست چیزی که ما حقیقتی که بین ما و انمی برادر گذشت و ما همینجا اومدیم با همین خلاصه اومدیم که وقتی که این اومد اولی این لگره دیدگی نیست اولی لگره ندیده تا آن همینجا رسیدیم همین آدم خلاصه برآورد که همون سومی که ما رپرو باید بلاگرها و همون رپرو کسی باشه نباشه ما گفته بودیم پول جمع کنیم و همین گفت که اکنامه شود که پول دهنمی رو خیر کنیم این معلوم میشه که این برادرم تاجیک در تاجیکستان گشتگیه و ما هم تاجیکم در تاجیکستان گشتگیم و یا با اون سوم در نظر ما بسیارتر نیاز دارن چه مردم تاجیک الحمدلله برادران مردم ما زندگیشون بهترینه و اگر که یگون کسان در یگون جو مقصد رزق گرفته باشه در یگون جای زندگی مقصد راهگم زده باشه هستن نفرایی که او را کمک کنن پیدا مقصد راه شومتن یا پوراکی اردامتن اما در اینجا همه کم بغل یک از در چقری غلطی هیچ کنیست که او را برداره و خاطر همین ما تصمیم گرفتیم که انمون پولی که بلاگرها یک ماهش جمع میکنن مقصد در انمیجا خیر کنیم با خودش گپ زنه فکر خچه ایدهانی خودش با بفهمیم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و پادپیچکای کانال اکای پرویز چی گفتن این باردار عزیز ما گفتی که پایم باردار الحمدلله شکر الله که سوخ سلامت آمدیم رسیدیم اکا از ما آمدیم در یک جای قرار داریم که ما نمیدونم مقصد همه اکای پرویز همه داموی که همینجا هستن گفتن که ای اکا از بنگلادش یک جایش که بهترین جا شده که نور علی نور شد یک وقتی که در کوچه ما میبرون مردم سطح زندگیشون دیده سن که باور کنین هم یک عروبه کشی تاجیکستان که سهر میبرید تا بگه عروبه میکشه همه جهت سر لباس همه جهت شکل رنگ رو رزق روزی باور کنین یک آدمی که در اینجا سطح زندگیش بگیم گویا با طرز یا بهترینه او در خوبه باور کنین یک جایی که ولی مردم افزاده نیستن این مردمی که در دولت چون زندگی دوران رزق روزی میبرن اون چون فقیرن باور کنین میبینی حالشون کو ما در اینجا میگذارن خیلی میبینیشون خطا میلیونر حس میکنی باور کنین برادرها اگه چی در اکول من نمیدونم که اون مردمی که مقصد قدر یعنی که گریخته و بیش انسان رفته زندگی کردن ولی نمیدونم او در چی حال زندگی میکن ما هم خیلی با فکرم گفتم که اکای پرویز در تاجیکستان مقصد او خیش تبار ما هم در کوهستان بودن بعضش مثال خونهشون میرفتیم آب نداشتن که ولی خرقت میرفتن مثال همون فلگ میگن همون ظرفو دا آب میگرفتن 1 کیلومتر 2 کیلومتر 3 کیلومتر در بالای خر می آوردن یا 2 بار میرفتن مثلا یا 2 روز میخوردن همون را مقصد دیگه در تاجیکستان هست از من چه کار کردم بعض موجودی که مقصد زندگی بکنی ها برای بیاری همون چیزا استفاده بودن در کار همون را اینجا نیست همون چیز همین چیزا مقصد در که پایدو که حتی هم خیلی از موجود نیست که بران چند کیلومتر آب بیارن و مردم در جای زندگی دارن که اکول ما در جای زوروش باشیم خداوند خودش میدونه و چه گپ باشه خیلی ان شاء الله با امر خدا ما میریم فردا ان شاء الله ایواشون خبردار میگیم خیلی بعداً در ویدیو آینده که پرویز و ویدیوی ما شاید ببینینشون ان شاء الله که چی وضعیت و همون مراجعت با بلاگرایی که مثال با کلا گرفتن یا اینکه بلاگرایی که واسط میخواهن یاردم کردن البته هیچ کس جا چی میگن مجبور نیست که او باید چند پروژه کنه بخواهیم برادرها خیلی صدقه جاریه الحمدلله که یا هم برادر مسلمانان الحمدلله که در نامه اعمالتون تا روز قیامت ان شاء الله که ثواب میروند بتونین خیلی نکه پرویز میفهمونتون روحش که چگونه مرحمت یگان دستی خیر و کمکتون دراز کنین ان شاء الله در نزد خداوند اجر و پاداش میگیرین و بعد ما گفتنیم برادرها که این فقط این گپی هایی که ما زدیم فقط به بلاگرها داخل داره هایی که چیزی که من میگم همون بلاگرایی که ما گفته بودیم که در یک جایی در عموم سوم میپرتویم و یک جا در خیرش میکنیم ما دیگه در کار ندارم و ما قطعی همی فتح‌الدین اجمستان همی خلاصه در برو اومدیم که سومی همی موهایی که ما باید هر مو جمع کنیم ما در اینجا صرفش میکنیم همین موهاشه اگر که شما هم بخواهید میتونید که مثلا پولتون رو برین در آفیس رپتیجی در دست دودی خدا
جمع کنن و انمو میتونن که مدرمو کنن و بعد برادرو بسیار ما میگن در تاجیکستان هست مردم کمبغل بله برادرو هست شاید که مقصد در تاجیکستان هست مردم کمبغل در یک قشر 10 کس اگر که کمبغل باشه 1000 نفر دیگه الحمدلله زندگیش خوبه و همین 1000 نفر میتونه که دست 10 نفر را بگیره کمبغل این واقعا دیگه کلمه آدمی که مقصد اومد زندگی واقعا هیچ نداره این دیگه کلمه یعنی کمبغل دیگه چیزای برادر از گپ کم تر با قوت بخشم کمبغل دیگه کمبغل ها دیگه یعنی همین مردمی همین بنگلادش همون مردمی بیجنس همون رخینجرا جا دادگان یعنی اجازه شون دابرو شون که در زمین یو بیان زندگی کنن ولی همین دولت همین گسودار سایمیان ما حتی شرایط نداره مردم خیچ اسیر کنه نه مردم خیچ در بیرون میبروی خیلی یگان جای مسخره اون نیست در تنش لباس باور که میبینی معلومه که بیچاره به همون لباس ممکنه هم عمره نکشته باشه ندارن شرایط همین شرایط مونگی خیلیش نخه داره اگش نگیره غلطی ده سنه مردم بعد چشم سر مردک در زمین شتگی خوبه یعنی که همین دولت شرایط نداره که آدمای خیچ اسیر کنه ولی کجا مقصد دستش میرسه که او را تو که دولت خلق هم ندارن مقصد دیگه ما همه خیلی خلاصه اومدن که تاجیکستان الحمدلله مثال هستن برادرایی که دست دیگه شون میگیرن اینجا هیچ که دست هیچ کار گرفتن نمیتونن و با همین خاطر ما اومدیم ما ای همون پولی که مثال کدامی که مثال خیر میکنه شاید ای همون 50 60 کادست که ما میبروریم شاید دعای یک نفر آدمی که آب میخره میگه که خدایا مقصد همونجا بیرق تاجیکستان زدگه خدایا با انمی مردم مقصد فیض برکت عطا بفرما که امروز اومدن دست ما را شاید ای موبایل همون 1000 آدم دعای یک نفر قبول شود مثال در حق ما یک دو میبینم شما مردم تاجیکستان هستگی همونجا بیرق تاجیکستان زدگه میگه خدایا خداوند در حق انمی ملت مقصد خدا نه خورشون نکن خدا در کسب و کارشون برکت بفرما که مقصد همه اومدن ما را دستگیری کردن شاید دو یک تمو قبول شود زندگی ما با خوبتر و خوبتر شود با یک بلندبرداری نام تاجیکستان میشه باور کنید برادر عزیز یک بیرق تاجیکستان مقصد ما اومدیم با هم بیرق ها و با هم توقیه های ملیمون الحمدلله ما را در کجای میبینن گفتن که بسیار مردم کمبغلن بسیار اولی برنامه دا میبینین دشوار رفت آمد کردن یکی میبینن میان سلام میکنن میان خیر یعنی که در معاشرت میشن با باید دیگه که الحمدلله هم مسلمان هستن هم در مذهبی امام ابو حنیفه رحمه الله هم مذهب ما و شما مقصد دست کمک دراز کنین ان شاء الله که نام تاجیکستان در بین دیگه دولت ها بلند میبرداره که مردم تاجیک یعنی خلق تاجیک اومده یک خلق دیگر یاردن قدیسن الحمدلله یک چند برادران ما در پول روان کردگیان و گفتن که در همونجا میتونین که مقصد کچرکه یا کادس بگیم ساز کنین و ما ان شاء الله پگاه پای می کار میشه و کدامی که میخوام مثال بکنه و بسازم اونجا کچرکه یا کچرکه ساز میشه و 160 170 80 تا 300 دلار مثلا مرحمت کدامی میخواست همین خچه بگذاره در اینستاگرام ما بنویسه ما روحش شما را اشاره میتم واقعا در امان الله خداوند نگهبان السلام علیکم چی مونی من دیگه با همه آدم کاری نیستم باور کرد خداوند جزای خیر بده اگر شما همه آدم چقدر عذاب کشیدن چقدر مهنت کردن شبینه چخیلی قطعامی رو گاب میزنن چخیلی قطعامی رو چه اسپری مو چه نیم تاجیک نیم روسی نیم انگلیسی نیم عربی نیم واقعو بعد در حقیقت من مهنت کنه بابا قدر میکنه باور کنه بعد نفهمه کرد بابا چی کن میکنه ده دوان خیلی جزای خیلی شده دست کنم ما قطعا عذاب استگ کشید نه میگم اگر نمیان وقتی نیم تاجیکی نیم روسی نیم انگلیسی نیم عربی لوبای زبان استفاده برای با گنگیر هم استفاده برای مثلا میگم که همین فلاجه نیمه برای مثلا سیر میره همش گود بشن گود برادر سلام علیکم برادرو عذاب اگه چه ما اودان کردیم برای که من جواب بودگی مقصد همین اشاره خطی پیداوچی پروگرام دارم مقصد ولی دیگه من همین برادر من همچون رادیویش همچون برادر رادیوی مثلا خیلی بفهممش من میفهمیدم اشاره خطی میموشه بعد توجیکی با روسیه تومت میسوسه مقصد کاری میکنم که من بفهمم من میفهمم شروع سخت خدمت کردن در ما
خداوند برکتشون کنه. خطی شوگا بزنی کم خطی کم بزنم میفهمم آسونتر انو اکا یوسف خطی کم یوسف کمتر مجزه یو هاکی مقصد نرخ نواش زورای مقصد دیگه کنیم این فوتبولکا با توجیکی بگیریم اگر با دلار اگر حساب کنیم $5 اینمی $5 این پخته تاز زهایدمی در توجیکستان هیچ چه 200-300 تومونه میشه نرخ نواش زورای ولی با این ما دونکی هم مگزینه سازش خیلی با بزرگ بدرویم اگر توی بخریم خیلی با ارزونتر میکنیم از اشلوبکی میخریم که نخواه اشلوبکیش نبفهمیم چند من میریم خیلی خش تاوری همیان همه خدشونگاه بزنه همه میفهمم میرم اونو میفهمیم که میریم خیلی انشاءالله میبینیم مقصد دیگه هم که نمیشلوبکیه که از من گرفتم چانس میشه 30 چانس اون میشه همین در توجیکستان هیچی نبودنده اگه 70 تومن زیادتر تاتوسونو پرسش هم گارینیه نه کچیز چیز همه طرفا زوره کم طرف میگم همون لوازم تو این در کوره بگیریم راست دیگه من به فرما اومده بودم خیلی دیدم دیگه فرما قاموس به از اون میکشید اینجا فرما قاموس برام خوشلوکی پروژه گیرید ان شاء الله اپاگا فرمورا سر میکنیم دیگه بمونم مخوره دیگه جدا برادرو مقصد شما وقتی که ویدیو درباره بنگلادش ببینین گارنی بزه با ما اینم خیلی یکی اگام کس با اگام کس کور نداره هم ما پای کور بورخچای هیچ که با هیچ کور نداره اون کس یکی لوبا جدا میرم بپرساند که ایکجویی برای هم کمو ایکجو بدم اونا گفتن بزار شنیه راست دیگه ما هزینه کپتان رو میمونم جلو وقت چون میفهمن که اگجایی یکی باور کنه وقتی که میگوی تاجیکستان وقتی میگوی مسلمانان بسیار حرمت میکنن قطعی بسیار مناسبت خوب میکنن راست دیگه بزارش نمیشه فهموندن که اگجویم خالی سگ میگذن انا توپیرا میمونیم این گرد استیمو ایده برادر الحمدلله ها ایسا میگنه با انشاءالله همه میشنسم اولا ایو یوسف کسا میگه که تو مهمونی یه مقصد شفیارو با بولاد های میکنن میروان یکی خیلی مردمش مردم خوبه باز مسجد نداریم نماز عصر هم میخونیم و انشاءالله وقتی که ما در لوبای جا مثال الحمدلله بسیار یار خیلی که تاجیکستان نمیدونن وقتی ما تاجیکستان میگیم نمیفهمم با ما میگیم که مثال البخاری یا امام ابو حنیفه مثال هم خیلی میفهمونه وقتی امام البخاری را میفهمن به نهایت خرسان میشه و ما دیگه خیلی استقبال میگیرن مثلا که اگه نبروی و یا هستیم باید چیزی که برادرها زمین را ما ویدیو کردیم در بین 5000 آدم جمع شده از تمام اینجا باید برید ما برادرها چیزی بهتر بکنه که برادرها ندارو برادرها پدرها مادرها برادرها یه چیزی بهتر دیگه داره همین شهر هم که کانالیزاسیون در بیرون این همیشه کانالیزاسیون رنگی کانال رفته است گرنی بوی بزه میکنن همین بزه بی دورا همیشه گرنی بزه میکنن توربان است رنگی کانال رفته است
اوکیان تماشا اومده توقیم در گب نیست. How much brother? Oh. Huh? 200? No. 200. Huh? No. 100. نه تاگاوات کردیم 200 سومونی که چون گفته سای. Aha. کاروچی $5 $2.5 25 سومون میگه همونجا بنجر رو بردن 25 سومون میگه 100 برادر نو من تا که ای تاکسی های 300 ما در قیمت نگرفته. نه 100 yes yes तर मारा हम गिदर 100 ایشا جزاک اللهم خیرا کسی. نه برادر तर बाकी हाल छोड़ी आई brother I am tourist brother I am tourist no 150 din. ها 150. نه 100 brother همین خاصات سومون در گوارش کردم تو تاجیکستان بیا ما ترا به پول ببره. no man brother Hey brother, You welcome to Tajikistan. You come Tajikistan. 100. Okay? Okay. ओ ये भाई I am tourist. Brother. स्टूडियो हम कब बराबर क्यों ना आए? Okay. Okay? Okay. 114. 40. Okay? Okay. Thank you, brother. Thank you. Welcome to Tajikistan, brother. کراچی ما در گوار کردیم یک 100 سومون خچون گفت ها. 150 کرد که ما افتاد تکی 140 سومونش دادیم 140 دادیم، سومونش ها؟ های 140 سومونش این توربا یک. 140 سومونش قریب 20 سومون میشود نه خیلی میشود 20 سومون میشود قریب 20 سومون 18 سومونش دادیم خیلی شانه سوزن بازار تموش بازار تماشا میره من برادره چیزی گفتنی بودم که ما روز دیگه خاطی همی اومده بودیم کانالیزاسیا که همی دورن برادره در کوچه های نه در کوچه های بو میکنه به حد بوی بزه میکنه نه و نفس کشی در اینجا کنه یکی خلق خوبه به هر خلق خوبه مهمونه اینمی برادر نو وابسته نگاه نکرده به مشکلات زندگیش مقصد مردمی همون جبر دیده مقصد همین پرابلماش همون در پلسای اومده قطعی ما گشته سیم رو تماشا بوده سه گپش ندارم از او رحمت انشالله با میرم اوکیانه شما در ایشان میتیم توقی در گرم نیست یو توقی No. نه good what brother Tajikistan ताजिकिस्तान Bapesh बापेश I Tajikistan ताजिकिस्तान Bapesh बापेश I love you Tajikistan I love you ताजिकिस्तान oh شروی نه. Sheroy Nar शेरोई Nar नार Nar, शेरोई okay. नार تاجیکستان. ताजिकिस्तान baya gapi دیگه برادرو سیسترو مادرو برادرو پدرو مادرو سیستر برادرو هم تو دوست می‌دارم. من راست دوست مادرو راست دیگه من ویدیو میکردم این ویدیو من هم اشتا تماشا کردگی تو حوزه تماشا میکنه ویدیو من زبان هم نفهمم ویدیو من تماشا میکنم و من اگر اهمیت داشته باشن در همه ویدیو میگم که سلام علیکم برادرو پدرو و مادرو یا من پرسیدن که همین گپ چی میشه با من پسلا همین گپ میگم برادرو پدرو مادرو مقصد دیگه که همه چیزی که ما در مقصد یا اینترس نیاده ما میپرسم ما میگیمشون و همون چیزا از یاد میکنم برادرو ان شاء الله میریم با کامera میکنیم چقدر توقی تک تاجیکستان و پیش How much? In someone? Oh! $10. رس که تا زد تا مکی.
madaru, bradaru, sisteru. Braze, faza, maza, sister. Padar, faza, padar. Modar, maza. Sestra, sister. Braza, barodar. برادرو خیلی بودن خیلی رو حلش کردیم میشوم ما هیچ شب نباشه از اتو برق تاجیکستان چند کسه ایشون دادیم اومدیم زورش بازی با کی های میکنه عجمستان فقط برادر بازم خطی هم نرخ کنیم که 200 میخچون گفته که چند سم در گوار کدام میشوم How much brother? How much? Two right. How much? 200. No. One right, 100. 100. 100. Two right. 150. Okay? No. Yeah, brother. You lost. No, okay. I am tourist brother. No money, no. One right, 200. One right, 100. ها یه ارزون نکرد یه ارزون کرد نگه من در 200 تومانی همین خدمانه تزا 100 Okay? تو اند 20 تومانی خچان 20 هم تکر دو دزم نگه میشه 100 Smush evolution de baba. 200 taka, okay? Thank you, brother. All money, no, brother. Okay, brother. Bye. Bye. Ya pae ka. Ana now e. Tojikistan va pesh. Tajikistan ba pesh. Tajikistan. Va pesh. How will it Speak. Ita hati hai. Tajikistan. Tajikistan. Ba pesh. Bape. I love you, Tajikistan. I love you, Tajikistan. Thank you, brother. Bro. That's. Hey, daru se ami tasrat chena regalo. حالا چیز یا موهی گرفته استن از که بینیم چرکه موهی میگیرم تو را 1 ساعت چیزی های دریا برورده استن و 1 ساعت کشیده استن که بینیم چرکه موهی میگیرم من 2 موهی کپیدم 2 موهی را جانش خلاص کردم بازی ای سیدکه و سومه پاکته میرم Adu se kagir tichon. بسم الله Se kagir tichon. Acho que eu zindagi. Acho. باز من پارتنرشان زندگی کنم تو باز که من با یه چیز دیگه شم بسنجم باز که پرسه مورا به پول اون تاشی باز من پرسه که به پول مهی مومتن یا نه چند تا مهی مومتن هر دوده Bahmedi 4 dona boyu on tap tersi. یکی وقتا کو همین خریدا که نه مردم جمع شدن امورا حساب کرد 5 کیلو موینا میبرا اینات میکنه یا گپ دیگه با همین کامبغالیشون وقتا ما رفتم مهم دادن گفتم بگی مهمونی من گرفتم خب من مویدا چیکار میکنم کتاناتون باز
айбани талпа омадаем и бародар як соати ки мора гиргиди талпа гуфтаест ба номи худои ягона қасам мекунам ҳамин одамо барои мо гарини переживат мекунанд ки мо дар ягон чӣ нашавада даже вақти намоз мешавад мақсад гостиница масҷиду қадар дур нест вақти намоз мешавад мо ёдам меяфтем ки мақсад масҷид рафтастем мо мегӯянд ки бесенол мо биёем бабрем эҳтиёт кунем мақсад ҳамин қабарҳои мо переживат мекунанд ман ҳар соанои гапои мара намефаҳмам ки ман замин то осмона аямиё миннатдорам аллоҳ шоҳиде ки мақсад ҳамиё дар ҳаққи мо хизмат кардистанд бахни чӣ гуфтани дорӣ барои ки барои ҳама хулоса ҳар ҷойи буд беҳтарин буд тай чӣ бугум уқёнуси ором ке бугум уқёнуси шурай намак дорад уҷаку мисол ҳамин намак буғ мешавад бинём аз сута гирифт